مرکز توزیع تذکره الکترونیکی 40 ستون که یکی از مراکز اداره ملی احصایه و معلومات است، تشکیلش در حدود 47 نفر می باشه که ما روزانه ظرفیت طی مراحل اسناد بیشتر از 1500 نفر داریم. باشنده های 40 ستون حضور پررنگ دارند در مرکز ما و ما روزانه درخواستی آنلاین ما تا 1000 نفر هم رسیده. آمدیم در زین 40 ستون به خاطر تذکره گرفتن. تذکره الکتریکی بسیار خوبی داره، هم خرد است، هم زود فرسوده نمیشه، هم مفاد زیاد است، تاییدی کار نداره. اگر ما در هر جای افغانستان باشیم برای ما میتونیم انتقالش بتیم بسیار راحت و خوبتر. تذکره الکتریکی برای ما یک قدر سهولت ها را بار آورده که ما در سر دنیا باشیم همه کار خود کرده میتونیم. برای شهروندای ما امی پیام دارم که بیاین تذکره الکتریکی بگیرن، به خاطر از اینکه تذکره های کاغذی بسیار زود از بین میره. به خاطر از اینکه از بین میری تذکره تاییدی کار نداره، تذکره نیست که تو در جیب فرسوده شود. از همشان خواهش میکنم که تذکره الکتریکی بگیره، در انتخابات در هر کاری که باشه برایشان بهتر است. ما از افغانستان هستیم باید تذکره بگیریم. الکتریکی خود سیدی چې ډېر سهولتونه ډېر دي. یو خو زر خرابېږي نه، بل وړه ده په هر ځای کې ته استعمالولی شئ، خرابېدلی نه شي. نه انشاءالله د دې خو ډېر ښه برخورد ده، ډېر زبردست برخورد کوي. داسې نه کوي چې داسې بده وضعیت وکړي یا بد اخلاق وکړي. وطندارانو ته خو دا پیغام ده چې راشي او خپل دا تذکرې واخلي، خپل وطن دپاره دا خدمت وکړي. او دا تذکره یو خدمت ده، دا د وطن دپاره یو ویاړ ده، د وطن ویاړ تذکره ده. تذکره چې د انسان سره نه هغه د هېڅ وطن نه شو. نو ښه شی ده، ښه زبردسته پروسه ده، ډېر زبردست کار ده. دا د ټول افغانستان دپاره دا ښه کار ده. مخکې خو به دې چې واخیستې کاغذي به وي، 2 ورځې به دې په جیب کې پرته وه، هغه به په 3مه ورځ خرابه وه، ښکاره یې کې نشي ښکارولی. خو دا اوس دومره شوه چرچ یې ته ښکارولی شي، هر وخت یې ګرځولی شي. ښه شی ده. مرکز توزیع تذکره 40 ستون قرار داریم به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی. خب تذکره الکترونیکی یک چیز خوبتر است از تذکره کاغذی که چرا که هر کس میتونه 3 تا 4 تا تذکره دوا بگیره و یک از خوبتر است و شاید در بین کشورها، در بین مردم و در دولت و همه چیز یک رول مهمتر خواهد داشته باشه به خاطر انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان، شورای ولایتی و همه چیز. و فرم خانه‌پوری کرده بودم روز پنجشنبه و ما زنگ زدن آمدم طی مراحل کردم و امروز آمدیم با بایومتریک. فضل خدا چیز تا فعلا ما تو یک رویه بد را ندیدیم، همگی با بسیار رویه خوش همراه ما رفتار خوب کردن. پیام ما به هموطنان عزیز، به باشنده‌های محترم 40 ستونی هست که تا زمانی که از مرکز ما برشان تماس گرفته نشده خودشان به مرکز مراجعه نکنند. کسایی که برشان سیستم تاریخ داده اونا مشخص است که باید در چه روزی در مرکز مراجعه کنند و برای کسایی که تا اونا سیستم تاریخ نداده اونا منتظر تماس ما باشند و به زودترین فرصت ما همراهشان تماس میگیریم. تذکره کاغذی زود فرسوده میشه، شسته میشه، حریق میشه، ولی تذکره الکترونیکی کارتی است تا زمانی که مراجعین را مفقود نکنن میتونن هر نوع استفاده بجا و مشروع ازش بکنن. پیام ما به هموطنان عزیز ما است که به خاطر پیشرفت و ترقی کشور عزیز ما اقدام به اخذ تذکره الکترونیکی بکنن و میتونن با مراجعه به وبسایت nid.nsi.gov.af مراجعه کرده و درخواستی آنلاین خود ثبت و به نزدیکترین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در محل بودی باش خود ارسال. تیم کاری مرکز 40 ستون همواره تلاش کرده که خدمات به موقع به مراجعین ارائه بکنه و این تلاش های ما بعد از این هم ادامه داره و حوصله مندی هموطنان عزیز خواهان است.